راز طولانی تر شدن رابطه رو میدونی؟ نه نمیدونی. هیچ کس هم دلش نمیخواد که اینو بفهمه و باورش کنه. فضای مجازی هم باعث شده درکش سخت‌تر بشه. چرا؟ چون به این آدم‌هایی که میبینیم نمیخوره که مثلا دیروز یه دعوای خیلی بد کرده باشن یا صبح ناراحت بوده باشن، چون که چیزای غیر از این رو به نمایش گذاشتن. حقیقت اینه که توی رابطه باید بارها و بارها ببخشی و بخشیده بشی. چرا که پارتنرت قراره ناامیدت کنه، ناراحتت کنه، بشکنتت و تو هم حتما در قبالش این حالتها رو داری. اما رابطه‌ای طولانی میشه که تو تصمیم بگیری این فراز و نشیب‌های رابطه رو با اون فرد بری. زندگی کامل نیست، هیچ کس از روز اول بی مشکل نبوده و اون چیزی که میبینی واقعی نیست.